بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، در اواخر کتاب هستیم تقریبا. فقط یک جلسه دیگر غیر از این جلسه خواهیم داشت ان شاء الله. بحثی داریم تحت عنوان تقویت العقل و اضعاف النفس، تقویت عقل و تضعیف نفس، ضعیف سازی نفس. گفتیم که نفس در واقع در مقابل عقل باید ضعیف بشه. این ضعیف النفس به معنی اون ضعیف النفس چیز بدیه نیست. این یعنی نفس حرف شنو عقله یا بر عقل استبداد نمیورزه. منظور اینه: العقل میزان ثابت بما لديه من اکتساب و النفس جامحة فوارة متقدمه. یعنی چی؟ عقل ترازوی ثابت است، یعنی بر اساس یافته هایی که داره یه ترازوی ثابت میشه. منظور این است که عقل مضطرب نیست. در واقع شما عقل رو تقویت میکنید، شما در نفس، در عقل یک سری داده ها میگذارید، تجربه میگذارید، خیلی چیزای دیگه میگذارید، عقل رو قوی میکنید. اما این عقل در اون لحظه یه چیز ثابته، در اون روز تو یه چیز ثابته، ترازویه و ترازو ثابته در اصل. اما نفس سرکش است، جوشان است، پیشتاز است. اون نفس ممکنه در طول روز همش تغییر کنه و شما در اول روز یه میل ندارید، در وسط روز اون میل رو پیدا میکنید. اینطوریه و بین عقل و نفس کشمکش و جدالی دائم وجود داره که در هیچ ساعتی و چه بسا در هیچ لحظه‌ای متوقف نمیشه. یعنی همیشه با هم دیگه در حال درگیری هستن. نفس سهم‌خواهی میکنه از عقل. عقل علم و قناعت داره، نفس طبع و میل و شهوت داره و گفتیم چه بسا در یک موقعیت واحد همینطور با هم دیگه در کشمکش هستن. نفس میخواد به خواسته های خودش برسه، عقل میخواد بر اساس آنچه که میدونه و بهش قانعه حرکت کنه و هر وقت که نفس از هدایت مسیر عقل ناتوان میشه، سعی میکنه که طبع و رغبت‌های خودش رو در همون مسیری که عقل تعیین کرده حداقل به دست بیاره. این همون چیزیه که تو عربی میگیم که ما لا یدرک کله لا یترک کله، ما لا یدرک کله لا یترک کله، یا لا یدرک بعضه لا یترک بعضه. یعنی چی؟ یعنی چیزی که همش به دست نمیاد یه تیکش رو حداقل از دست نمیدیم. این چیز درسته در اصل، ولی نفس از این استراتژی استفاده میکنه. نفس اگر بتونه عقل رو به دنبال خودش میکشه و اگر نه سعی میکنه که حتی تو همون مسیری که عقل تعیین کرده یه سهمی به دست بیاره و خب طبیعیه که اون چیز که قوی تره همون انسان رو به جلو میبره. اگر عقلش قوی تره عقلش و اگر نفسش قوی تره نفسش. انسان همواره در کشمکش بین عقل و نفس خودش هست. اگر عقلش به واسطه علم و تجربه و ایمان قوی تر باشه بر نفسش غلبه میکنه و نفسش رو هدایت میکنه و اگر نفس به واسطه طبع و شهوت و میل و عوارضش قوی تر باشه بر عقل غالب میشه و عقل رو به دنبال خودش میکشه. میایم یک مثالی میزنیم. فرض کنید عقل تصمیم میگیره که اینجا باید حرف حقی رو بزنه. این حرف یه چیز درسته، یه تصمیم درسته. مثلا یک جایی هست یک فرد یک اشتباهی میکنه، عقل تو به تو میگه تو باید این اشتباه جبران کنی. جلو مردم این فرد یک کار بدی انجام داده که اگر تو سکوت کنی عواقب بدی داره. خب پس عقل تصمیم میگیره که اونجا جلوگیری کنه از این کار یا حرف درستی رو اونجا بزنه. نفس اینجا وارد میشه. نفس اول میخواد که تو دخالت نکنی. نفس میگه بابا ول کن، بابا بذار یه چیزی گفت. عقل تو قوی تره و تصمیم میگیره که نه، واکنش نشون بده. اینجا نفس چیشه؟ نفس کوتاه میاد، میبینه عقل قوی تره. حالا نفس چیکار میکنه؟ نفس میگه خب حالا این میخواد کار درست انجام بده، بذار تو این کار درست من سهم خودم رو بگیرم. و چیکار میکنه؟ میاد اینجا با کیفیت اون کار درست خودش رو ارضا کنه. پس به عقل فشار میاره که حرف حق رو که میزنی با تندی بزن یا با شدت بزن یا با مثلا رسیدن به یک شهوتی بزن. مثلا اون شهوت چیه؟ خودت رو جلو مردم عالم نشون میدی، مثلا حرف تو یه جوری میزنی که خودت برتر نشون بدی و اینجا شما اون نصیحت رو، اون نهی از منکر رو با یه شیوه بدی انجام میدی که نفس اون شیوه رو دوست داره ولی در واقع اون شیوه درست نیست. میزنی و اون فرد رو مثلا جلوی جمع خرد میکنی و خودت رو برتر نشون میدی. پس اینجا معنیش اینه که نبرد نفس فقط بر سر انجام دادن یا ندادن کارها نیست. اگر نفس نتونه شما رو وادار به باطل کنه، سعی میکنه که کار حق رو به روش باطلی انجام بدید. تکرار میکنم، اگر نفس نتونه شما رو وادار به انجام باطل کنه، سعی میکنه شما رو وادار کنه که کار حق رو به روش باطل انجام بدید. این خیلی خطرناکه دیگه. میدونید اگه شما یه کار درست رو به روش بد انجام بدید، خود اون درست زیر سوال میره. مردم از خود نصیحت مثلا بدشون میاد و این خیلی خطرناکه. خب پس بحث ما الان چیه؟ بحث ما راههای تقویت عقل در برابر نفس. کسی که میخواد عقلش بر نفسش غالب بشه باید بدونه که عقل ابزارهایی برای تقویت خودش داره، نفس هم ابزارهایی برای تقویت خودش داره. از بیرون هم محرک‌هایی هست که نفس رو تقویت و تهییج میکنه. شاید بتونیم بگیم در دوران ما محرک‌هایی که نفس رو تحریک و تشویق میکنن و تقویت میکنن بیشتر هستن. انسان میتونه اسباب قدرت و ضعف هر یکی رو به دست بگیره و میتونه
عقل خودش رو تقویت کنه و نفس خودش رو ببره به حاشیه. یعنی اولین تقویت کننده عقل علم، دانشه. علم ریشه و ارزش عقله. عقل بدون علم ارزشی نداره، تا جایی که برخی از علما معرفت و علم رو همون عقل دونستن. اصلا گفتن عقل یعنی علم، اینجوری، یعنی از بس این علم مهمه گفتن عقل یعنی علم و اینو اینجوری تعریف کردن. اصلا چنانکه حارث محاسبی در کتابش ماهیت العقل اینطوری گفته، عقل رو همون علم تعریف کرده و هرچه انسان عالم‌تر باشه عقلش هم کامل‌تره. اما خب اینجا یک سری چالش ها هست. علم اجمالی و انتخاب گزینشی نفس، این مشکله. یعنی علم هست ولی علم اجمالیه و بعد اون علم اجمالی مشکل درست میکنه. شما میدونید که مثلا این چیز خوبه، اکثر مردم علمشون اینجوریه، گفتار نیک، پندار نیک، نمیدونم اینا. ولی خب گفتار نیک چیه، پندار نیک چیه، کردار نیک چیه؟ این جزئیاته که مهمه، کلیات که ملت اکثرا میدونن. اگه علم انسان اجمالی و کلی باشه، یعنی خیر و شر رو بفهمه، درست و غلط رو تشخیص بده، اما جزئیات مراتب خیر و مراتب درستی و درجاتش رو نشناسه، همچنین جزئیات مراتب شر و خطا رو تشخیص نده، این وقت چی میشه؟ شما میدونید که مثلا این کار درسته، این کارم درسته، این کارم درسته، این کار خیره، این کار خیره، این کارم خیره، اما ندونید مراتبش چیه. اینجا چی میشه؟ اینجا اگر چندین کار خیر یک جا پیش بیاد و تو نتونی همه اینها رو در یک آن انجام بدی، شما چطور میخوای تشخیص بدی که الان کدوم کار خیر رو در این لحظه باید انجام بدی، کدوم کار درست الان درست تره در این لحظه که من نمیتونم 3 تا کار خیر رو با هم انجام بدم، کدوم از اینا رو باید اولویت بدم؟ اینجاست که اگر انسان مراتب خیر رو ندونه، نفسش در واقع اینا رو تعیین میکنه. شما وقتی که علمی به مراتب خیر نداری، قراره چطوری یکی از اینا رو که خیرتر انتخاب کنی؟ وقتی علم نداری به مراتبش، نفست میاد و اونی که دوست داره رو انتخاب میکنه، به همین سادگی. همینطور اگر شما 3 تا شر باشه که مجبور باشی در این لحظه یکی از اینا رو انجام بدی، ناگزیری، یعنی شما باید اخف شرین رو انجام بدی، کمترین این 2 شر رو انجام بدی. اما اگه علم نداشته باشی که کدوم این 2 شر کمتر شرش، نفست میاد و اونی که دوست داره رو انجام میده. بحثی داریم اینجا، مداخل النفس علی العالم، ورودگاه‌های نفس بر عالم. کاری که نفس میکنه با عالم، این نفس عالم فرق میکنه با نفس جاهل. نفس جاهل خیلی راحت، دستش بازه، ولی نفس عالم چون دستش بسته تره، اون آدم عالمه، تجربه هایی داره و فلان و فلان، علمی داره، میاد و ورودگاه هایی که تعیین میکنه برای نفوذ پیچیده تر و پیشرفته تر هست از ورودگاهی بر جاهل. ورودگاه های نفس بر عالمان مانند ورودگاه هایش بر جاهلان نیست، زیرا نفس از مقاومت در برابر عقل عالم عاجز است و با احتیاط با او رفتار میکنند تا شهواتش را از پنهانترین، دقیقترین و لطیفترین راه به دست آورد. یه راه خیلی ریزی نفس میاد و سهم خودش رو از عالم میگیره. در نتیجه عالم از جهت ارزش و جایگاهش و دستاوردهایی که نفسش از او به دست میآورد در سقوط مانند جاهل میشود. یعنی چی؟ ببینید، عالم در جامعه جایگاهی داره و تأثیر عالم شدیدتر از تأثیر جاهله. شما اگه ببینید جاهلی امروز مثلا مست کرده و در کوچه عربده میکشه، خب میگید جاهله. اما شما نمیگم مست کردن، نمیگم این چیز ریس در این چیزی از عالم میبینید، تعجب میکنید و جا میخورید و میگید در شأن این عالم نیست. اگر جاهل یک فحش خیلی زشت بده، شما میگید جاهله، ولی اگر عالم فحش نه، حرفی بزنه که خیلی زیبا نیست، مثلا ببخشید حالا من باید مثال بزنم، جاهلی فحش میده، فحش نعوذ بالله ناموسی میده، شما خیلی جا نمیخورید، ولی عالم میاد مثلا به یکی دیگه میگه که بی شعور و بی شخصیت و بی فلان. این کلمات که در واقع فحش ناموسی و رکیک نیست، هم برای شما سنگین میاد، چون که اون یک عالمه، تأثیرش در جامعه بیشتره، زیرا اعتبار به دقت آن شهوت نیست، بلکه به شدت تأثیر آن در او و در مردم است. و نکته مهم، غالبا ضرر جاهل به خودش میرسه، اما ضرر عالم هم به خودش میرسه هم به مردم. این ضرر عالم خسارت بیشتری به بار میاره. پس اثر لغزش معیار خطر است. یه شهوت بسیار کوچک و پنهان در یک عالم میتونه به اندازه یک شهوت بزرگ و آشکار در یک جاهل یا حتی بدتر از اون مخرب باشه. پس دلیل خطر اعتبار خطر به بزرگی خود گناه نیست، بلکه به شدت تأثیر اونه. لغزش جاهل گفتیم معمولا فقط به خودش آسیب میزنه، اما لغزش عالم به دلیل جایگاه تأثیری که داره، هم به خودش هم به همه مردم یا پیروانش، کسانی که اون الگو قرار دادن، آسیب میزنه. پس بحثی داریم، خطر هوای نفس اندک در عالم بزرگ. هرچه عالم دانشمندتر باشه، هرچه صلاحش آشکارتر باشه، هوای نفسی که بر او وارد میشه
برای خودش و برای مردم زیانبارتره. همینه که در سپردن مناصب و ولایت‌های مسئولیت حکومتی عالمی میخوایم برای این کار انتخاب بکنیم، آگاهی به اون مسئله انتخاب میکنیم، اولویت اینه که تنها به علم و جایگاه والای او در معرفت مثلا تجربه نگاه نکنیم، بلکه به میزان نفوذ هوا و هوس و رسوخ شهوت در نفس او هم نگریسته شود. علمایی که می اومدن، خلفای راشدین مثلا می اومدن افرادی رو انتخاب میکردن، اینا نمی اومدن فقط نگاه کنن که این طرف چقدر علم داره، بلکه می اومدن نگاه میکردن که این طرف رفتارهاش چطوره، تقواش چطوره، زهدش چطوره، اینا رو نگاه میکردن. اگر او شخص مثلا دارای علم و معرفت فراوان و مقبولیت گسترده در میان اون باشه، اون وقت نفوذ هوا و هوس حتی اگر کم هم باشه برای مردم شدیدتر از نفوذ شر بزرگتری در دیگری است. چون فتنه‌ای که مردم از عالم دچارش میشن بزرگتره و شدیدتره. حالا دو حالت داره، یا مردم میگن این کار اصلا پس حتما این کار درسته که این عالم داره انجامش میده، دچار فتنه میشن، یا مردم میگن این کار غلطه ولی این ملاها فلانن. و ببینید این هم شیاطین انس هم شیاطین جن خطای عالم رو یا خطای صالح رو در نگاه مردم بزرگ میکنن، چون معمولا زدن خود خیر یا زدن خود دین به صورت مستقیم جواب نمیده، یا مردم رو نسبت به اون فرد مثلا حالا بگیم منافق یا هرچی بدبین میکنه. برای همین میان و حاملان دین رو میزنن. این روش منافقین بود. منافقین دیگه میگفتن، منافقین به صحابه میگفتن قرا، میگفتن این مسلمانان، میگفتن قرا، این قاریان، میگفتن این قاریان همه ترسوترن، از همه شکمباره ترن، از همه وقت جنگ ترسوترن، در حالی که صحابه وقت جنگ شجاعتر بودن، زاهدتر بودن. اما منافقین می اومدن و اینجور زشت نمایی میکردن از به قول خودتون قاریان. حالا الان هم میگن این ملاها، این نمیدونم فلان ها، نمیان بگن این مسلمان ها، و میان و حامل دین رو میزنن برای اینکه خود دین زده بشه، و اینم اثر داره متاسفانه. یعنی مردم وقتی که خیلی تخریب بشن حاملان دین، نسبت به خود دین بدبین میشن. پس اولین مسئله علمه و گفتیم که ورودگاه‌های علم و ورودگاه‌های نفس بر عالمان ظریف و دقیقه و خطری که نفس داره بر عالم خیلی شدیده. برای همین عالم باید بیشتر مراقب باشه، مراقب خودش باشه. دومین مسئله تجربه است. دومین تقویت کننده عقل در برابر نفس تجربه است. سنت های هستی، قوانین هستی مشابهن و خداوند جهان رو بر اساس نظام و اسبابی آفریده و به پیش میبره که تخلف ناپذیرن. اگه اینطور نبود هستی بی نظم میشد و بی ترتیب میشد و انسان دیگه سودی نمیبرد از دانستن خیلی از چیزها، چون همه چیز تصادفی بود دیگه. شما میخواید از تصادف چه نتیجه بگیری؟ قوانین آشفته اگه داشت جهان، یعنی قوانین نداشت، منظورم این که آشفته بود، تجربه دیگه نمیتونستی حاصل بکنی. مثلا شما یک باری اشتباهی کردی، یه ضرری دیدی، این میشه تجربه. اگه قرار بود این مسئله بعداً دوباره به شکل دیگری رخ میداد، این تجربه به درد نمیخورد. همه مردم اهل تجربه رو بزرگ میشمارن، این عقلا اهل تجربه رو بزرگ میشمارن. حتی عرب عقل رو تجربه مینامید، میگفت عقل تجربه است، یا العقل التجارب میگفتن. عقل تجربه. به همین خاطر آدم که سنش بالاست اساسا اشتباهش همین سن یه مزیته. اساسا این آدم اشتباهش کمتر گول کلاهبردارا رو میخوره، کمتر مثلا اشتباهات اونجوری چون که قبلا یا اشتباه کرده یا اشتباه دیگران رو دیده، براش تجربه شده. و خب علم و تجربه چه تفاوتی دارن؟ تفاوت بین علم و تجربه اینه که علم شناخت حقیقت یک چیز به ذات اونه. حتی اگه شما تجربه نکرده باشی، شما علمی داشته باشی نسبت به یک چیزی، برای اینکه از اون چیز استفاده بکنی، اگر مفیده یا ازش پرهیز کنی اگر مضره، کافیه شما بدونید که فلان قارچ سمیه و کشنده است. همین. لازم نیست شما قارچ خورده باشید قبلا، لازم نیستم دیده باشید که کسی این قارچ خورده و مرده. شما در کتابی خوندید که این نمونه از قارچ ها سمیه، این مارها سمشون کشنده است. یعنی علمه. و تجربه اگه با علم همراه باشه، از اینکه یکی از این دو تا تنها باشن قوی تره. یعنی تجربه و علم، عالم با تجربه قوی تر از با تجربه تنهاست و قوی تر از عالم تنهاست. شیخ میگه تجربه یا نقلی است شنیدنی، یا مشاهداتی است دیدنی. یعنی یا نقله که شنیدید، یعنی مثلا از کسی که این مثلا شهر اینطوره، این تجربه است، یا مشاهده خودته. و تجربه های مشاهداتی قدرت بیشتری بر نفس دارن. یعنی اگه شما خودتون چیزی رو دیده باشید، تجربه کرده باشید، خیلی دیگه براتون مهمه اون چیز. ممکنه هم بعضیا زیاده روی میکنن دیگه، یه تجربه دارن و تمام دیگه، اون تجربه میشه همه چیز. اگر نقشی که تجربه داره در مهار کردن نفس، اگه عقلی تجربه ای داشته باشه، این کمکش میکنه در مهار نفس از تکرار اون چیزی که نسبت بهش تجربه داره. عقول
با تجاربشان سرکشی نفوس رو مهار میکنن. حتی اگر اون شهوت قوی باشه، اینجا تجربه میتونه مهارش کنه. بسیاری از عقول نفوس رو از افتادن در آنچه میخواهند باز میدارن تا در عاقبت بدی گرفتار نشوند، چون قبلا تجربه کردن عاقبت این کارها رو. همانطور که بسیاری از اهل شهوات رو از فواحشی مانند از زنا، انحرافات و غیره به خاطر ترس از بیماری‌های مثلا واگیردار خودداری میکنن. طرف مثلا یک کاری کرده، فرض کنید فردی الکل نوشیده، مریض شده، در بیمارستان افتاده، بعدم به زور نجات پیدا کرده، الان سمت الکل نمیره، تجربه است، در حالی که میل داره بهش، ولی میگه نه، سلامتی من مهمتره. همینطور مثلا فرض کنید فردی تاجر بزرگ یک بار سر یک مسئله جلو شهوتش رو نگرفته، مثلا ازش باجگیری کردن، ازش حق و سکوت گرفتن، بعد فهمیدی که نه، این کار فایده نداره، باید جلو شهوتش رو بگیره ولی ضرر میکنه یا جایگاهش مثلا به خطر میفته، دیگه دنبالش نمیره، در حالی که میخواد. اینا همش اثر تجربه است. اما کمال عقل اینه که سرشت و تجربه جمع بشه. یعنی فرض کنید فردی هم نفسش با حیاست، هم این که تجربه داره، یعنی دیده مثلا کسانی که بی حیا بازی کردن چه بلایی سرشون اومده. اگر در انسان سلامت طبع، یعنی سرشت سالم باشه و کثرت تجارب جمع شود، یعنی هم طبعش سالم باشه، هم تجربهش زیاد باشه، دنیا دیده باشه، کمال عقل در او یک جا شده است. چنانکه معاویه رضی الله عنه میگه عقل دو گونه است، عقل تجارب و عقل سرشت. عقل ها دو نوعه، عقلی که با تجربه حاصل میشه و عقلی که فطریه، یعنی طرف خودش آدمه، ذاتاً آدمه عاقلیه. اگر این دو در مردی، در شخصی یک جا شود، او کسی است که نمیتوان در برابرش ایستاد. آدمی که سرشتش قویه، طبعش سالمه و تجربهش هم زیاده، نمیشه جلوش ایستاد. و اگر از هم جدا باشن، سرشت برتر از آن دو است. اگر یک جا نباشن، اونی که سرشتش سالمه اون قوی تره. بعضی آدم ها هستن همینجور نمیرن سمت مثلا فحشا و سمت کارهای، شما می‌بینید در کشورهای مثلا غیر مسلمان هم داریم، مثلا حلال حرام نیست، ولی بعضی هستن دنبال کارهای اینطوری نمیرن، بعضی هستن خودشون سمت الکل نمیرن، اینجوری سرشتشون خوبه. عقوبت‌های این جهانی هم عقوبت‌های کیهانی، حالا اگه بتونیم بگیم، برای بازداشتن انسان از اعمال بد اومدن تا تکرار شر از او کم بشه. فرض بکنید مثلا زلزله ها، اینها باعث میشه انسان ها شرشون کمتر بشه، عبرت بگیرن. همینطور عقوبت های شرعی که الله سبحانه و تعالی برای تعذیب گذاشته، برای اینکه انسان سمت ظلم و سمت گناه و اینا نره. فرض بکنید یکی یک رشوه گرفته، مثلا یک ظلمی کرده، این اگر تنبیه بشه بقیه عبرت میگیرن. در قرآن هم آیات زیادی وجود داره که به نگریستن در احوال گذشتگان و عواقب اونها و عبرت گرفتن از اونها دعوت میکنه، به سیر در زمین، مشاهده تمدن‌هایی که از بین رفتند، اینو قدرت‌هایی داشتن. ببینید این نگاه قرآنیه که با نگاه ناسیونالیستی تفاوته. اون میگه بیا ببین این تخت جمشید چه بناییه، فلان، چقدر بزرگ بودن گذشتگان ما، بیا افتخار بکنیم به تاریخ ما فلان. اون مصری ناسیونالیست هم همینو میگه، بیا این اهرامو نگاه کنید، این فلان نگاه بکنید. همینا اینطوری میگن برای افتخار کردن، در واقع ضد عبرت گرفتن اینو نگاه کردن که انسان فقط بیاد و افتخار کنه. اما نگاه قرآنی میگه ببینید اینا چقدر قوی بودن، اینا الان کجا هستند، ببینید اینها اینقدر ظلم کردن، اینقدر فلان کردن، این بناهای بزرگو ساختن برای اینکه جاودانه بشن ولی جاودانه نشدن. اینی که اثر فرعون هست اما فرعون نیست، این عبرته. اینی که شما وقتی فرعون اینطور رفت و نیست، این مومیای این جسده، فرعون خودش نیست، مرده. اینا همه عبرته. و اینا تجربه های امت هایی است که هرچه زمان بگذره و فراموش کنن یا خودشونو به فراموشی بزنن و غافل بشن از این تجربه ها، اگر اسبابش تکرار بشه خودش هم تکرار میشه. پس عقوبت چه طبیعی باشه، یعنی عقوبت هایی که خداوند در روی زمین رو با پدیده هایی که ما بهش میگیم طبیعی، در واقع خلقت خداوند هستن، رخ میده، یا شرعی باشن، یک سنت بازدارنده هستن برای جلوگیری از تکرار شر. برای همین قرآن به ما دستور میده که در تاریخ گذشتگان عواقب کارهاشون و سرنوشت نهاییشون نگاه کنیم. این مطالعه تاریخ در واقع عبرت گرفتن از تجربه امت هاست. این تجربه ها مانند یک قانون عمل میکنن، یعنی همیشه اگر تکرار بشن عواقبش هم تکرار میشه. پس شناخت تاریخ، شیخ میگه معرفت و تاریخی عمر الانسان،
شناخت تاریخ این عمره برای انسان، این عمر دوباره است برای انسان رو با تجربه های آشنا میشه که خودشون تجربه ها رو تکرار نکرده، با حوادثی که خودش اونها رو زندگی نکرده. آگاه ترین مردم به تجاربی که خود ندیده کسی است که بیشترین مطالعه رو در کتاب‌های تاریخ صحیح داشته باشه، چون که سنت الهی در میان امت‌ها و افراد جاریه و مشابهه، متفاوت نیست. هر حادثه‌ای که اسبابش متحد باشد نتایجش هم یکسان خواهد. تاریخ برای کسی سودمنده که به اسباب مشابه و میزان تفاوت در اونها اگر تفاوتی باشه آگاه باشه. حالا میگیم تفاوت چرا مهمه؟ چون اختلاف عواقب به دلیل اختلاف اسباب است. برخی از مردم یه فریبی میخورن، چون اسباب رو نمیشناسن، عواقب رو متفاوت میبینن، عبرت نمیگیرن. عبرت گرفتن نزد اونها ضعیف میشه. مثلا میبینن ستمگری نجات پیدا کرده، انسان‌ها نیکوکاری کشته شدن، عادلانی کشته شدن، فاسقان میبینه به نیکی یاد میشن و صالحان فراموش میشن. مثلا اینا رو میبینه و فریب میخوره، نتیجه گیری بد میکنه، در حالی که تاریخ فقط برای افرادی سودمنده که اسباب، یعنی علتهای رخدادها و تفاوت‌های ظریف بین اینها رو درک میکنن، چون نتایج متفاوت حاصل علتهای متفاوته. میگیم برخی از مردم گفتیم در عبرت گرفتن از تاریخ فریب میخورن، چون اسبابو نمیشناسن، صرفاً عواقب ظاهرا متناقض رو میبینن. این عاقبت رو میبینن، فقط میگن خب پس چرا این آدم خوبی بود کشته شد، چرا آدم بدی بود نجات پیدا کرد، چرا این آدم مثلا بدی بوده ولی دارن به خوبی ازش یاد میکنن. مگه مثلا چرچیل کم جنایت کرده چرا چرچیل رو به خوبی یاد میکنن، هیتلر رو به بدی یاد میکنن؟ که هر دو جانیان، هر دو جنایتکارن. اینطوری نتیجه میگیرن، این تفاوت ها رو نگاه نمیکنن. درک تاریخ برای عموم مردم دشواره، چون اونها به جای تحلیل عمیق علت ها یعنی اسباب، نگاه سطحی به نتایج یعنی عواقب دارن. اونا انتظار دارن، مردم عادی انتظار دارن تاریخ همیشه بر اساس یک فیلمنامه خیلی احساسی عمل کنه. آدم بدا همیشه آخر فیلم‌های اینجوری کشته میشن، آدم خوبا هم نجات پیدا میکنن و با خیلی خوبی و خوشی زندگی میکنن. ولی اونا وقتی نتایج واقعی رو میبینن که با این انتظار در تضاده، مثلا گفتیم نجات ستمگر، کشته شدن نیکوکار، شهرت فاسق، گمنامی نیکوکاران، دچار تناقض بینی میشن و به اشتباه نتیجه میگیرن که تاریخ یک قانونی و عادلانه نیست. بنابراین قدرت عبرت آموزی رو از دست میدن. روش صحیح چیه؟ روش صحیح اینه که ما در جستجوی علت‌هایی باشیم که منجر به اون نتایج شده. یعنی چی؟ یعنی اگر آدم بیاد علت‌های واقعی رو ببینه، مثلا خطای محاسباتی اون آدم عادل، استراتژی بهتر اون آدم ستمگر، میفهمه که اون نتیجه ظاهرا متناقض تصادفی نیست، بلکه نتیجه منطقی علت‌های خاص خودشه. خداوند سنت‌هایی رو قرار داده. تو انسان نیکوکاری هستی، مثلا آدمی هستی که صدقه میدی، نماز شب میخونی، اما مرتکب اشتباهات محاسباتی میشی، اشتباه بکنی نتیجه اشتباه رو میبینی. برای همینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم استراتژی میچید در جنگ‌های خودش، نقشه‌های خیلی دقیق، خیلی زیبا، احتیاط‌های خیلی لازم، چون که خداوند متعال بر اساس این قوانین خودش جهان رو اداره میکنه. طور نیست که شما بگید که من چون نیکو کارم حتما پیروز خواهم شد. شما هم باید اسباب رو رعایت کنی و استراتژی درست باشه. پس گفتیم که نگاه میکنه انسانی که درست فکر میکنه، نگاه میکنه که علت‌هایی که منجر به نتایج شدن چیه؟ خطای محاسباتی فرد درستکار، استراتژی برتر فرد ستمگر، اینا رو درک میکنه، میفهمه که اون نتیجه ظاهرا متناقض یه اتفاق تصادفی نیست، بلکه نتیجه منطقی علت‌های خاص خودشه. تاریخ فقط به کسی درس میده که این قوانین علی رو بفهمه. اگه اسباب شکست، مثلا تفرقه، ساده‌لوحی، ضعف تکرار بشه، نتیجه هم تکرار میشه، صرف نظر اینکه حق با کیه. خب سومین مسئله‌ای که باعث تقویت عقل در برابر نفس میشه تفکره. تفکر بزرگترین ویژگی عقله. به همین دلیله که حیوان‌ها ادراک دارند اما تفکر نمی‌کنن، قیاس نمی‌کنن. یه سری کارهای ساده انجام میدن بر اساس تجربه. مثلا کلاغا ممکنه مثلا در یه بطری سنگ بندازن تا آب بیاد بالا، مثلا در این حد. اما اینکه بخوان پیچیده فکر کنن، انتزاعی فکر کنن، نه، این ویژگی انسانه. این چیزی که انسان باهاش متمایز شده. اما حواسمون باشه تفکر به علم نیاز داره. یه رابطه متقابل بین علم و تفکر. تفکر فقط با علم سودمنده، بدون علم سودمند نیست. از این طرف علم هم با تفکر سودمنده. از علم جز با تفکر و تأمل و بررسی و مقایسه اجزای آن نمیشه برداری زیادی کرد. تفکر به ماده خام نیاز داره که همون علمه. بدون داشتن علم و اطلاعات، تفکر بی اساس، بی نتیجه و پوچ است. از اون طرف هم علم تنها یه دانش مرده و انباشته شده است، انباری از اطلاعاته. این تفکره که به این دانش جان میده. مثل اینه که بگیم
تو از وسایل تفکر رو داری، شما وسایل آشپزی رو دارید، شما یه دیگ خوب دارید، ظروف خوب دارید، گاز خوب دارید، اجاق گاز خوب دارید، وسایل آشپزیتون خوبه. ماده خام ندارید برای آشپزی، فایده نداره. شما ماده خام هم دارید مثلا ولی وسیله پخت و پز ندارید، میخواید چجوری اینو بپزید؟ اینا مثل هم شبیه اینه. یه چیزی شیخ اینجا آورده، شک در نفس. این میگه عامل فلج شدن تفکره. یکی از بزرگترین عواملی که باعث ناتوانی از تفکر و سستی ذهن میشه، شک در توانایی نفس برای رسیدن به اون چیزی که از تأمل و تفکر حاصل میشه. یعنی فرد میاد و میگه من نمیتونم مثلا به نتیجه برسم، من به خودشو کم میبینه. این میشه که فرد تسلیم نظر دیگران میشه، زندگی خودش رو هم پیرو و در جهت راضی کردن اونها قرار میده، حتی اگه به قیمت نابود کردن خودش باشه. خب فرض کنیم فردی شک میکنه که آیا اصلا میتونه با تأمل و تفکر به نتیجه برسه، به نتیجه سودمند برسه. اثرش اینه که انگیزه فکر کردن در این فرد از بین میره، کارش به سستی ذهن میرسه، به ناتوانی در اندیشیدن. و فردی که به ذهن خودش اعتماد نداره تهی میشه و برای پر کردن این خلا تسلیم نظر دیگران میشه و این فرد از حالت فاعل به یک پیرو محض تغییر میکنه و تمام هدفش میشه راضی کردن دیگران، حتی اگه به قیمت از دست رفتن استقلالش و از دست رفتن منافعش تموم بشه. برتری تفکر اندک بر دانش بسیار بدون تفکر. اینکه انسان دانشش کم باشه اما تفکرش زیاد باشه در همون دانش کم، برتر از اینه که دانشش زیاد باشه و تفکر و تأمل نکنه. صاحب علمی که در امور تفکر و تأمل طولانی نمیکنه، بهره‌اش از علم، بهره‌اش از اون علم برای خودش و دیگران کمه. اما صاحب علم اندک که در علمش تفکر میکنه، سودمندتر از صاحب علم بسیاری که تفکر نمیکنه. برای همین اونی که حافظه کمی داره اما فهمش زیاده، بر کسی که حافظه قوی داره و فهمش اندکه برتری داره. اما ببینید چرا همین بحث چه ربطی به نفس داره؟ ببینید تفکر صبر میخواد، اندیشیدن، تأمل صبر میخواد. نفس صبر رو دوست نداره. تفکر فقط با صبر حاصل میشه. نفس عجول تفکر براش سنگینه و حق اون عقل رو از تأمل نمیده، حق تأملی که لازمه برای رسیدن به نظر درست رو نمیده. تفکر چیه؟ تفکر مرحله ایه که بین اراده یک چیز و عمل به اون وجود داره. شما اراده میکنید فلان کارو بکنید، تا لحظه‌ای که اون کار انجام بدید یه فاصله هست، اون لحظه تفکر، فکر کردن به اونه. شیخ میگه بعضی از علما مانند حکیم ترمذی به این مرحله میگن وقف، توقف و تأمل. به ضدش میگن تعجیل، عجله کردن، شتاب کردن. فواید تفکر بی‌طرفانه. تفکر اگر با بی‌طرفی یا همون تجرد باشه، همونطوری که منافع پنهان رو به صاحبش میرسونه، همینطور اون رو از زیانبار بودن علمی که داره حفظ میکنه. یعنی چی؟ این حفاظت شیخ میگه از طریق مقایسه، موازنه و شناخت اولویت ها صورت میگیره. این انسان از چی حفظ میکنه؟ از این حفظ میکنه که نفسش مبادا از میان امور خیر اون چیزی رو که عشقش میکشه بهش هوس میکنه به بهانه اینکه خیر است و کافی است انتخاب کنه. همینطور در شناخت مناسب ترین دلایل و براهین برای دفع شرور از خودش و از مردم. ببینید صرف اینکه این علمه دلیل نمیشه که تو همیشه ازش استفاده کنی یا هر جایی از این استفاده بکنی. کسی یه سلاحی داره اما سودمندترین و قویترین این سلاح‌ها رو نمیشناسه یا ندونه که در این لحظه باید از کدوم اسلحه استفاده بکنه. اگه ندونه که مناسب ترین اسلحه در این لحظه برای دفع دشمن چیه، شناختش ارزشی نداره. دشمن خیلی نزدیک احتمالاً باید با چاقو باش بجنگی، دشمن دورتر احتمالاً باید با اسلحه مثلا میان برد باش بجنگی، خیلی دور احتمالاً باید با اسنایپر بجنگی. دلیل نمیشه که تو عاشق اسنایپر هستی حتی از فاصله 10 متری هم بخوای با اسلحه دوربیندار تک‌تیر انداز با دشمنت بجنگی. شما نباید عاشق ابزار خودت بشی. من اینو بارها گفتم، شما نباید عاشق ابزار بشی. شما دیدی یکی یوتیوبره و خیلی کارش قشنگه و باحال به نظر میرسه، حتما باید برم یوتیوبر بشم. شاید شما کار نوشتن در این لحظه برای شما مفیدتر باشه، شاید شما باید یک مراحلی بگذرید تا برسید به اون مرحله که حرف بزنید. شاید اول باید بنویسید، بخونید، گوش بدید، مهارت کسب کنید. انا علم مهمتر از اون علم. پس عاشق ابزار نشید. گیر ندید که من حتما باید نویسنده بشم. شاید شما چیزی دیگه براتون بهتره. شاید 10 سال دیگه بتونید نویسنده بشید. شاید الان باید این کارو بکنید. و خیلی عوامل دیگه، مثلا کم بودن یک چیزی شاید تعیین بکنه. مثلا الان ما توی این تخصص آدم کم داریم، ثواب بیشتری میبری شما اگه بری داخل این تخصص. پس عاشق ابزار نشید. مسئله دیگه که شیخ باز میکنه، خطر تفکر بیش از حد، یعنی نسبت به علمتون تفکرتون زیاد باشه.
تفکر باید با علم متوازن باشه، چون می‌بینیم تفکر با تأمل و دقت در معلومات صورت میگیره. یعنی شما یه چیزی دارید که دارید نسبت به اون فکر میکنید. شما توی این دیگتون یه چیزی هست داره میجوشه، نمیشه که آب خالی بجوشه. هرچه تفکر زیاد باشه و علم کم باشه، یعنی تفکر از حد خودش فراتر بره، دیگه زیانبار میشه. چون عقل متفکر یه معلوماتی نیاز داره که با فکر خودش در اون معلومات کند و کاو کنه، بچرخونه اونا رو تا از این آمیزه ترکیبی سودمند به دست بیاد. اما تفکر بدون علم، تفکر زیاد با علم کم، علم خیلی کم، یعنی این زیانباره. این زیادی تفکر اینجا دیگه زیانبار میشه. چون چی میشه؟ در این حالت تفکر از تأمل در اون چیزی که میدونیم در داده ها به تأمل در نفس، خطرات نفس، رغبت های نفس، طبع و میل نفس تبدیل میشه. یعنی چی؟ یه مثال میزنیم، مثال دیگه غذا. اگه غذا زیاد باشه، شیخی مثال زده، اگه زیاد باشه غذا، شما باید بیشتر اینو به هم بزنید، بیشتر بچرخونید، چون غذا زیاده. اگه کم باشه، هم زدن کمتری هم نیاز داره. اما اگه دیگ خالی باشه، شما دارید چی رو هم میزنید؟ شما کارتون میرسه به رسوبات اون دیگه، یعنی از بس هم میزنید خود اون دیگ دچار فرسایش میشه و اون فرسایش، اون براده های اون دیگ داخل غذا میره، شما با نفس خود دیگه درگیر میشید. پس اینجوری میگم یه اصلی داریم، تفکر باید با علم، یعنی داده ها، متوازن باشه. تفکر گفتیم فرایندی است برای کندوکاو و پردازش معلومات. شیخ این رابطه رو به هم زدن غذای در دیگ تشبیه کرده. اگه غذای زیادی داشته باشیم، علم زیادی در دیگ باشه، باید برای رسیدن به یک ترکیب سودمند، یه نتیجه مفید، زیاد اونو به هم بزنیم، یعنی زیاد فکر کنیم در مورد، زیاد تأمل کنیم درباره اون اطلاعات. اما اگه تفکر خیلی زیاد روی علم خیلی کم اعمال بشه، این عدم توازن مضر میشه. دلیلش اینه که عقل متفکر برای پردازش معلومات، برای رسیدن به نتیجه، به معلومات، به داده خام نیاز داره. وقتی این داده وجود نداشته باشه، تفکر بدون علم یعنی یا خیلی کم باشه، تفکر از حالت سودمندی خودش خارج میشه. مشکل چیه؟ مشکل اینطور رخ میده که وقتی عقل معلومات کافی برای تحلیل در اختیار نداشته باشه، عقل متوقف نمیشه، بلکه مسیر خودش رو به درون تغییر میده. اینجا در این حالت بحرانی در واقع تفکر از تأمل در معلومات به تأمل در نفس تبدیل میشه. یعنی ذهن به جای پردازش واقعیت ها شروع میکنه به پردازش و تحلیل محتویات درونی خودش که چیز کمیه. مثلا خیالات ذهنی، آرزوها، میاد رویا پردازی های عجیب غریب میکنه، میاد و مثلا روی خیالات خودش کار میکنه، روی طبع و میل خودش، روی تمایلات خودش، روی سوگیری های خودش کار میکنه. فرد هم گمان میکنه که در حال اندیشیدن منطقی است. اگه اندیشیدن منطقی نیست، تو خواب و خیاله، داره تو ترس های خودش فکر. یه چیزایی هست که شما نباید زیاد به همش بزنید. شما اگه بیاد بشینید همش روی ترس های خودت فکر کنی، دچار وسواس میشی، دچار مثلا ناامن میشه، کل محیط زندگیت اصلا ناامن میشه. یا مثال دیگه بزنم. مثلا فردی تو یک مهمونی نشستی، دوستت تو یک لحظه، بعضی هستن اصلا حواسشون نیست، به یک جای دیگه خیرن، این دوستت به تو خیره است. بعد تو الان فقط یه نگاه داری، یعنی داده ای که تو داری اینه که دوست من در حال خیره بودن به من بود. دوست من به من خیره بود. این یه داده است. خب این داده کوچیکه. شما میخواید از این داده کوچیک چی رو اثبات بکنی؟ بعضیا میخوان از یک خط یه چیز خیلی بزرگ اثبات کنن. کمه اون داده کمه برای اثبات این چیز بزرگ. حالا چی؟ حالا برگردیم مثال خودمون. شما دوستت به شما خیره بود در این مهمانی، شما یه داده داری، دوست من به من خیره بود، بعد میاد دچار تفکر افراطی میشی. خب اینجا دیگه شما داده نیست که دارید، رو اون داده دیگه شما فکر نمی کنید، رو اون داده تأمل نمی کنید، شما روی یه چیزی که تو نفستون هست تأمل میکنید. یعنی بر اساس ترس‌های درونی خودت فکر میکنی، نه واقعیت. میگه حتما این دوست من فلانه، حتما داره در مورد من اینطور فکر میکنه، آره درسته، دیروز هم اینجور شد. بعد یه سری چون ترست وجود داره، یه سری داده های بی ربط رو یا داده های اتفاقی رو جمع میکنی، میذاری کنار هم دیگه و به نتیجه میرسی که روابطتون در خطره، یا این دوستتون نسبت به شما فکرای بدی داره. این نتیجه فکر کردن زیاد با داده های کمه. مشکلات دیگه هم پیش میاد. تفکر زائد به غرور کاذب هم ممکنه برسه. تفکر بیش از حد نیاز در یک دانسته اون رو از هم میپاشه، تا جایی که نتایج ناخوشایند و بی‌معنا میشن، تا جایی که اگه تو اون داده رو رها میکردی به حال خودش، بهتر از این تفکر افراطی در موردش بود. تفکر زیاد در علم کم در نفس غروری ایجاد میکنه. شما به یه جزئیات و ریزیکاری های دقیق بیفایده میرسید در مورد یه چیزی، بعد میگی من یک چیزای خیلی ریزی کشف کردم که خیلی از مردم نمیدونن، نزد بقیه نیست.
برای همین فکر میکنه که از دیگران داناتر و کاملتره. برمیگردیم. تفکر افراطی بر روی داده های اندک دو پیامد مخرب داره. اول اینکه تحلیل بیش از حد یک حقیقت ساده معنی اصلیشو از بین میبره، نتایج بی معنا میرسه. شما بیای زیاد یه چیز واضح و توضیح بده، گنگ میشه. مثلا شما میگی جمله خیلی ساده، مثلا یه جمله شاعرانه، آسمان آبی بود، بعد برات میاد و از این تحلیل سیاسی زورکی در میاری، معنی اصلیش نابود میشه. بعد خودت فکر میکنی که خیلی من آدم خفنی هستم، خیلی آدم مثلا عمیقی هستم که اومدم از یه شعر یه شاعری رو میشنوی یا رو یه چیزی گفته اصلا ربطی نداره، یک چیزایی ازش در میاری، به نتیجه میرسی که این شاعر یک مبارز سیاسی بوده. دوست داری اینجوری تحلیل بکنی و بعدم خیلی هم این حرف میزنی، حرفاتم خیلی روش کار میکنی، بعد به غروری میرسی، فکر میکنی که خیلی آدم عمیقی هستی. خلاصه اینه که با داده های کم رو با تحلیل های عجیب و غریب نباید گنگتر کرد. این هم اون میاره، هم غرور کاذب میاره. این کندوکاو افراطی باعث غرور در نفس میشه، چون فرد گمان میکنه با کشف جزئیات و ریزکاری های دقیقی که دیگران بهش توجه نکردند، مثلا تحلیل یک سایه مبهم در عکس توسط نظریه پرداز توطئه، به درک عمیقی رسیدم. بعد اونو فکر میکنه که دیگرانی که به این حقایق نرسیدن آنها ساده ای هستن و خودش رو داناتر و کاملتر فرض میکنه. و ما دیدیم، مثلا من یه بار دیدم یک منکر حدیث، از این منکران سنت، از این گمراهان زنادقه، یک منکر سنت مصری بود. این میگفت که ابی هریره، اسمش ابو هریره است دیگه. ابو هریره یعنی پدر مثلا بچه گربه. این گربه یه خط دیدی بود تو یک جایی که ابی هریره رضی الله عنه گربه دوست داشته، یه بچه گربه تو آستینش بوده. بعد از این به نتیجه رسید بود که اصلا دلیل اینکه تو اسلام با سگ مشکل دارن اینه، ابی هریره است. به نتیجه رسیده بود واسه خودش که تو اسلام میگن نمیدونم سگ مثلا آب دهنش نجسه، سگ رو تو خونه نگهداری نکنی بدون دلیل. دلیلی که ابو هریره گربه دوست داشت و چون گربه دوست داشت حدیث در مورد سگ ساخته بود. اولا که اصلا احادیث در مورد سگ فقط ابی هریره رضی الله عنه روایت نکرده، ولی خب این آدم با یه خط رسیده بود به یک نتایج عجیب و تئوریات توطئه اینجوری. کلا منکران سنت نظریه توطئه است دیگه، مشخصه. تفکر جاهلان. بریم وارد بحث بعدی بشیم. تفکیر الجهال. فکر کردن جاهل ها، یعنی فکر کردن آدم هایی که علم ندارن. اگه عقل انسان از علم خالی باشه، تفکرش در نفسش خواهد بود که پر از تبایع و شهواته. برای همین مضرترین اندیشه جاهله، چون گمان میکنه، اون جاهل فکر میکنه که در معلومات عقلش داره فکر میکنه، در حالی که چون چیزی تو عقلش نیست، در حقیقت در نفسش و در تبایعش و در شهواتش داره فکر میکنه. محورش این چیزایی که میخواد و نمیخواد، علم نیست و داره در اون میخواد و نمیخوادها و دوست داشتنی ها و سلایق خودش داره فکر میکنه و این یه نتایج خطرناکی داره. این نوع از مردم در رسیدن به شر و ترتیب و تنظیمش در قالب‌ها جوری ماهر هستند که عقول هوشمندان رو هم حیران میکنه. یعنی در رسیدن به اون چیزهایی که نفسشون میخوان مهارت و زیرکی و دانایی به دست میارن، چون در علم دیگه فکر نکردن، در امیالشون فکر کردن، اندیشه کردن. تا جایی که شیخ میگه برخی از اونها در تفکرشان در خیر و ثواب، یعنی اون آدمای عاقل در اندیشه در خیر و ثواب نمیتونن به اندازه اندیشه اینا در شر مهارت پیدا کنن. پس چی؟ وقتی عقل انسان از علم، یعنی دانش، داده واقعی خالی باشه، فرآیند تفکر که متوقف نمیشه، بلکه به درونش برمیگرده، متوجه درون خودش میشه و تنها ماده خامی که در درونش هست، یعنی نفس، پر از تبایع شهواته، میاد همین تبایع شهوات رو پردازش میکنه. به این میگیم تفکر جاهلان و زیانبارترین نوع تفکره، چون اینا فکر میکنن که در حال تحلیل معلومات هستن، در حال تحلیل داده ها هستن، در حالی که در حقیقت در حال تحلیل امیال و شهوات درون نفس خودشون هستن. اما نتیجه که به دست میاد اینه که این افراد چون همه نیروی تفکر خودشون رو بر روی امیال نفسانی خودشون مثل حسادت، برتری طلبی، طمع متمرکز کردن، در رسیدن به شر و سازماندهیش یه مهارت و زیرکی عجیبی به دست میارن. اونا میتونن نقشه ها و ترفندهای خیلی دقیق و پیچیده برای رسیدن به اهداف شرورانه خودشون طراحی کنن که عقل برخی از عاقلان و هوشمندان و عالمان رو هم حیران میکنه. مهارت اونها در طراحی و تنظیم شر از مهارت برخی علما برای رسیدن به خیر هم بیشتر میشه، چون همه نیروی عقلشون در خدمت مستقیم شهوتشون قرار گرفته. اینو خیلی مهمه. شما داری رو چه داده ای پردازش انجام میدی؟ داده است علم یا امیال، حسادت، برتری طلبی، رقابت
رقابت. دقت کنیم، فردی رو مثلا مثال میزنیم، فردی رو در نظر بگیریم که هیچ علمی نداره، این عقلش خالی از علمه، اما نفسش پر از شهوت کسب قدرته. حالا اون گمان میکنه که در حال تفکر برای یک برنامه رهبری یا مدیریته. مسئله ما چیه؟ دانش مدیریت. دانش نداره، مهارت‌هاشو نداره، اما شهوتشو داره. فکر میکنه که در حال تفکر برای یک برنامه رهبری یا مدیریته، اما چون علمی نداره، تفکرش در حقیقت در حال پردازی شهوت قدرته. در نتیجه با مهارت شگفت‌انگیزی میاد یه نقشه بسیار دقیق و پیچیده برای بدنام کردن رقبا، ایجاد تفرقه، تظاهر به دلسوزی و این دستکارها طراحی میکنه. و این نقشه شرورانش هم اونقدر دقیق و سازمان یافته است که شاید یه عالم خیرخواه برای یک طرح خیرخواهانه نتونه اینجور ماهرانه برنامه بچینه. نه هست که افرادی میگیم عقل شیطانی دارن، در واقع این عقلی که تو نفسشون تدبر کرده، اندیشیده و از این طرح‌های عجیب و غریب استخراج کرده. بنابراین شیخ میگه که دعوت جاهلان به اندیشه بدون علم در واقع دعوت اونها به نوآوری در جهل و سازماندهی جهل و زیبا جلوه دادن هوس و مهارت در رسیدن به اونه. وقتی شما به یک جاهل میگی فکر کن بدون اینکه یادش بدی چیزی، بدون اینکه دعوتش کنی به علم، در واقع داری دعوت میدی بهش که در همون جهلش نوآوری کنه، در همون هوس‌ها و رسیدن به اونها ماهر بشه. اینو میبینی شیخ میگه در کجا هست؟ نزد کسانی هستن که شیفته اندیشه و شیفته فکر کردن و بزرگداشت اون هستن و دعوت میدن به اندیشیدن بدون اینکه دعوت بدن به علم. میگن آقا جان تو خودت عقل داری، بشین فکر کن، آره به نظر تو این درسته. یعنی از داده ها دور میکنن مردم رو مشغول میکنن به اندیشیدن با مغز خالی. محدوده یا مواضع تفکر، مدیریت تفکر عقول در آنچه در اختیار دارند حد و حصری ندارد. این تفکر ابزاریه برای اندیشیدن درباره هر دیدنی، هر شنیدنی و هر دانسته‌ای و هر آنچه در نفس میگذره، خطورات، وسوسه ها، شهوات، طبایع. پس میبینید این تفکر محدوده نداره در واقع. اما برای عاقل واجبه که قبل از فکر کردن به این فکر کنه که درباره چه میخواد فکر. پس اندیشیدنی قبل از اندیشیدن لازم است. اینی که قرار من درباره چه چیزی بیاندیشم. تفکر عبارت است از برانگیختن، به حرکت درآوردن و تهییج امور. بنابراین هر چیزی شایسته تفکر نیست. شما ممکنه یه صحنه نامناسب ببینی، شما دیگه نباید به این فکر کنید، نباید درش غور کنی، نباید درش تأمل کنی، باید ذهنتو ازش منصرف کنی، باید حواستو پرت کنی از اون چیز. ولی شما ببینید یک فردی هست همش در شهوت‌ها فکر میکنه و ببینید مثل چیه؟ این نفس مثل یه جایی که آب درش جمع شده، روش آب زلاله، پایین گله. شما هر چی دست بیاری تو این پایین همینجور گل و کثافت میاد بالا. این انسان‌هایی که زیاد در مورد شهوت‌ها فکر میکنن به جاهای خیلی کثیفی میرسن. فکر نمیکنید ممکنه انسانی به اونجا برسه که حتی نمیشه در موردش حرف زد. در شهوت‌ها چنان فرو میروند که به جاهایی میرسن کثیف، حال به هم زن. چرا؟ چون تأمل کردن در شهوت‌هایشون. شهوت تأمل نکن، همون خودش که هست کافیه، همون خودش دردسرهاش کم نیست. پس هر چیزی شایسته تفکر نیست. برخی امور شایسته تفکر اندک، برخی تفکر متوسط و برخی شایسته تفکر زیاد هستند. هر یک از اینها حدی داره که اگه ازش بالاتر بره عقل خسته میشه، حیران میشه، درمانده میشه. دیگر اینکه تفکر محرک عمله. تفکر انسان رو به سوی عمل میکشونه. اگه تفکرش در اون چه در نفسشه بیشتر باشه از اون چه که در عقلشه، رفتار خطاکارانه درش ایجاد میشه. یعنی شما فکر بکنید فردی همش در فکرش مردی، در فکر زنانه، فقط همش توی گوشیش عکس زنانه، همش در حال ببخشید چشم چرانیه. بالاخره این یک جای خودشو نشون میده. میبینی در یک جای عمومی اتوبوسی هست به یک خانومی آزار جنسی رسونده. چرا؟ چون که خیلی فکر کرده در مورد اون چیز و تفکر در نفسش بیشتر از تفکر در عقلش بوده. بر چی؟ نتیجهش میشه رفتار خطاکارانه. و اگه تفکرش در اون چیزی باشه که در عقلش هست، از علم و اینا، میبره اونو به سمت عمل درست. مثلا همش فکر کرده به چیزهای عاقلانه، میره به سمت کارهای عاقلانه، انجام دادن کارهای عاقلانه، نیکی کردن به دیگران، آموختن مهارت، ترک کارهای مثلا مضر. این نتیجه تفکر در عقله. ولی اولین نتیجه تفکر در نفس بود که بردش به سمت کار خطاکارانه یا خطا. پس تفکر همواره محرک چیزی است که با آن مواجه می شود. دو جایگاه یا دو موضع اندیشه. شیخ میگه تفکر در انسان دو جایگاه داره. جایگاه اول تفکر در آنچه در عقول از علوم و معارف وجود داره، یعنی اون علوم و معارفی که توی عقلت هست در مورد اون اندیشه کنی. جایگاه دوم، موضع دوم، تفکر در آنچه در نفوس از شهوات، طبایع و امیال وجود داره، همون چیزی که گفتم.
فکر کنی به اون چیزی که تو نفست هست. حالا ببین با خودمون فکر کنیم که آیا فکر ما در عقل ماست، در اون چیزی در عقلمون داریم، در علومی که داریم، یا تفکر ما در اون چیزی که در نفس ماست؟ این خیلی مهمه. اون تفکر در عقول، در علوم و معارف که در عقله، تفکر سودمنده. این تفکری که عقل باهاش رشد میکنه، نفس باهاش پاک میشه و ارزش علم به اندازه تفکر در اون علمه. وگرنه علم در عقل مانند حرف در کتابه، مانند اون نوشته‌های رو کتابه، اگه درش تأمل نکنیم تو جاش میمونه دیگه، کاری باهاش نمیکنیم، فایده ای ازش نمیبینیم. چیزی که باید قبل از تفکر بدونیم اینه که علم مقدم بر تفکره. یعنی قبل از فکر شما باید علم و داده داشته باشی. به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در قرآن علم رو چندین برابر تفکر ذکر کرده و هر متفکری که میداند علم دارد واجبه که قبل از تفکرش سه چیز رو بفهمه، سه چیز رو بشناسه. اولا حقیقت علمی که در آن تفکر میشود. این باید حقیقت علم رو بشناسه که این داده، یعنی منظورم داده است، آیا درسته یا نادرسته، چه سطحی از یقین در اون داده است و چه سطحی از گمان در اون داده است، چند درصد یقینیه چند درصد گمانیه. اینطور نیست که هر چیز، هر دانسته ای باید درش تفکر بشه و هر دانسته ای اگه ما درش تفکر کنیم نفع داره. چرا؟ ممکن اون داده خطا باشه و فکر کردن بیشتر در یک داده خطا خطایی بر خطای دیگر بسازه. یه داده خطا داریم، در مورد داده خطا کتاب بزرگی نوشتیم. خطرناکترین نوع تفکر میگه مهارت بر پایه خطاست، یعنی تفکر فرد ماهر درباره یک داده نادرست یا یک معرفتی که آمیختی از حق و باطله. پس واجبه که قبل از تفکر درباره معارف و علوم و داده ها اینها در صحت ذاتی خود اون معارف فکر بشه، این ذاتاً درسته یا نه. چون اگر آدم در یک داده نادرست قناعت حاصل بکنه نسبت به یک داده نادرست، فکرش میره به سمت جستجوی تایید کننده های اون دیگه، یعنی به زور تایید کننده هایی برای اون دست و پا میکنه و به کاوش در فروع منحرف اون میپردازه و دیگه میگه همون کتاب بزرگی مینویسه درباره یک اطلاع درست یا یک اطلاع که حق و باطل درش قاطیه. اما نفس چطور گمانها را به یقین تبدیل میکنه؟ شیخ میگه قطعی است که تفکر در جزئیات و تفاصیل به تصحیح یا ابطال کلیات و مجملات باز میگردد، اما این مانع از آن نیست که نفوس گمانها را به نفع خود تغییر دهند تا به غلبه گمان اطمینان نسبی تبدیل بشن و فکر رو از شبهاتی که در مسیرش آشکار میشه و نیازمند توقف منصرف میکنن. حالا این جمله شیخ رو میگم معنیش چیه؟ ببینید ممکنه فردی گمانی رو به یقین تبدیل بکنه. یعنی چطور؟ یعنی مثلا وسط این یه گمانی داره، اون گمان رو دوست داره، میخواد که اون گمان تایید بشه، ممکنه اون گمان نسبت به شخصی باشه، نسبت به چیزی باشه. وسط این بیان این راه مسیر بررسی این گمان داده هایی به دست میاره که متناقض با اون گمان خودش یا یه شبهه ایجاد میکنه در مورد اون گمان خودش، ولی به جای توقف و بررسیش نادیدش میگیره، چون که موافق اون گمانی که دوست داره نیست نادیدش میگیره. بعد داده های کوچک و مبهم که گمان هستند اصلا در سطح خیلی قوی نیستن رو، چون که با باورش همسو هست، اونا رو برمیداره و اونقدر بزرگش میکنه، اینقدر مهم جلوش میده تا به سطح اطمینان نسبی برسه. شما داده هایی که دوست نداری رو با گمان اولیت موافق نیست رو نادیده میگیری و گمان و دلایل ریز و کوچک یا فکر میکنی دلایل هستن، یه چیزایی مثلا هستن که به نظرت میرسه تایید میکنه، اونا رو بزرگش میکنی و میگی بس این نتیجه‌ای که من گرفتم. این اشتباهی که خیلی ها مرتکبش میشن، مخصوصا در مورد افرادی که دوستشون ندارن و در مورد عقایدی که دوستشون ندارن، کوچک و بزرگ میکنن، بزرگ و نادیده میگیرن. پس اولین گفتیم حقیقت علمی که درش تفکر میشه، داشتیم در مورد چیزی که باید قبل از اندیشیدن دانست. اولا حقیقت علمی که در اون تفکر میشه، اینو گفتیم. دومی اثر علمی که در اون تفکر میشه، ارزش اون علمی که در موردش تفکر میشه. علوم معارف که یک ارزش ندارن، شاید دادی درست باشه اما کم ارزش باشه. صرف صحیح بودن یه علم به معنی مجاز بودن تفکر مطلق در اون نیست. ببینید تفکر یه تلاشه، هزینه داره، عقل رو فرسوده میکنه، خسته میکنه. مثلا شما فرض بکنید بهتون بگن که زیر این زمین مثلا 10 لیتر آب هست، ولی شما باید 50 متر زمین رو بکنید. 10 لیتر آب ارزش داره، بی ارزش نیست، اما آیا ارزش 50 متر کندن زمین رو داره؟ یا بهتون بگن وسط این سنگ صخره بزرگ مثلا 20 گرم نقره هست، 20 گرم نقره آیا ارزش داره که شما این سنگ به این بزرگی رو مثلا بشکافی؟ ولی اگه بگن این کوه بزرگیه، شما باید مثلا 50 متر این کوه بکنید، اما 2 تن طلا داخل این کوه هست، اون هم میکنی. پس ببینید اندیشیدن تلاشیه، زحمتیه و باید ارزش اون
چیزی که در موردش اندیشیده میشه رو داشته باشه. کسی که نفس خودش رو در تفکر در علمی که سودی نداره خسته میکنه، به دلیل فریبیه که در مورد اون علم خورده. یکی اومده و اون چیز رو خیلی بزرگ جلوه داده. مثلا طرف اومده یک کتاب نوشته در مورد اثبات چیزی که نیازی به اثبات نداشت، کتاب بزرگی نوشته، ولی حرفاش جذابه. بعضی عاشق گفتار میشن، عاشق اون حرفایی که زده میشن، نمیدونن نتیجه، یعنی فکر نمیکنن حالا خب نتیجه این همه حرف قشنگ چیه. میشینیم حرف میزنیم، کافه میشینیم حرف میزنیم و چای قهوه مینوشیم و ادای باهوش بودن و با علم بودن در میاریم، ولی حالا نتیجه خیلی زیادی هم نداره، مهم نیست. به همون میزانی که نفسش درباره آن علم دچار توهم شده، فکر خیلی چیز با ارزش، خیلی چیز خفنی، خیلی چیز با کلاسیه، عقل رو برای تفکر در آن و بذل تلاش برای بررسی و طولانی کردن نظر در آن وادار میکنند. پس اینه که ما هدر رفتن عقول در علوم بیفایده داریم. بسیاری از عقول در بحث و نظر در علومی که سودی ندارند تباه میشوند و اگر هم سودی داشته باشند نفعشان با تلاشی که برای به دست آوردنشان ضایع میشه برابری نمیکنه. همون 10 لیتر آب برای 10 لیتر آب 5 متر زمین کندنه. بنابراین برای شناخت آثار و ارزش علوم باید به وسعت معرفت انسان در علوم مراجعه کنیم. یعنی باید نگاه جامع به علوم داشته باشیم، یعنی ببینیم که این دانسته در نقشه علوم چقدر ارزش داره، نه به هوا و هوس و میل نفس. شما نباید عاشق یک علم بشید، عاشق یک مبحث بشید. عاشق یک مبحث شدن باعث میشه شما وقت زیادی در اون مبحث بگذارید بدون که توجه کنید نتیجه اون مبحث چیه. زیرا نفس اگر چیزی را دوست بدارد آن را بالا میبرد و اگر بدش بیاید آن را پایین میآورد. چه بسا علمی را، چه بسا ممکن انسان علمی رو که خیلی با ارزشه حقیر بدونه و علمی رو که خیلی بی ارزشه خیلی با ارزش بدونه، چون بر اساس میل خودش رفته سمت علم. گفتم قبلا عاشق ابزار نشید، حالا اینجا میگم عاشق داده ها هم نشید، نتایجشون هم نگاه بکنید. خب حالا معیار برتری چیه؟ معیار برتری تفکر زیاده در علم نافع. شما یه علم سودمندی دارید، مثلا فرض بکنید یه آیه قرآنه، شما تفکر زیاد کنید در این. حدیث دارید، تفکر زیاد کنید در این. همه مردم فکر میکنن و چه بسا در اندیشیدن هم تلاش میکنن، اما برتریشون به جایگاه تفکرشون بستگی داره. تفکرت تو کجا گذاشتی؟ اگر تفکر زیاد باشه و در علم نافع باشه خیلی بهره مند میشه و از دیگران پیشی میگیرن و هرچه علمش که درش فکر کردن نفعش بیشتر باشه و وقتی که برای فکر کردن گذاشته باشن بیشتر باشه، تفکرم با ارزش تر میشه. این تفکر زیاد به تنهایی سودی نداره مگر اینکه علمی که داره بهش فکر میکنی نفعش بالا باشه. امت‌هایی که علم نافعه ولی کمی در دسترس دارن و در مورد اون خیلی فکر میکنن، بیشتر از کسانی که علم زیادی در دست دارن اما کم درش تفکر میکنن سود میبرن. بیاید مثال بزنم. شما این مادر بزرگی دارید که این مادر بزرگتون میدونه که خدا بزرگ است، الله اکبر، بزرگتر است، میدونه که باید خدا رو عبادت بکنه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میدونه که باید نماز 5 وقت بخونه، میدونه که باید مثلا فلان فلان. این کل دانسته های مادر بزرگ شما رو میشه در 2 برگه نوشت، شاید هم در 1 برگه. دانسته هاش درسته و بعد در مورد این دانسته هاش خیلی فکر کرده، کل زندگیش فکر کرده در این دانسته هاش و تمام نصایحش هم بر اساس همین دانسته های کوچیک و ساده است اما مهم و نافع و بر اساس اونم عمل میکنه. 5 وقت نمازشو به بهترین شکل میخونه، غیبت دیگران رو نمیکنه، پول کمی که در دستش هست صدقه میده، مهربان هست. ببینید با این داده های خیلی کم مادر بزرگ شما خوشبخت شده ان شاء الله. همون دانسته های اندکش در مورد خدا و شریعت رو به خوبی انجام میده و درش اندیشه مناسبی داشته، طوری که دلش پر شده از محبت الهی، فکر کرده از بس به خداوند و اون چیز کوچیکی که دونسته فکر کرده، خدا مهربانه، خدا من روزی داده، خدا فلان، خدا فلان، خداوند پاداش منو میده فلان. محبت خدا در دلش زیاد شده، محبت پیامبر صلی الله علیه و آله در دلش زیاد شده به خاطر همین چیزا و به اون عمل میکنه. نفع برده، تموم شده رفت. مادر بزرگ شما با همین 1 برگه بهشتی شد. اما یکی هست که دانش خیلی زیادی داره، در موردش خوب فکر نمیکنه، کلی حدیث خونده، کلی آیه خونده ولی برای چیزای دیگه خونده، نمیدونم اول نیتش خوب بوده بعد نیتش رو از دست داده، هرچی در موردش فکر نمیکنه، اندیشه نمیکنه. به خاطری که خوب فکر و اندیشه نمیکنه اعمال زیادی هم بر اساس اون داده هاش نداره، نفع کمی میبره. بحث دیگه تأثیر نفوس در انتخاب علوم. ببینید شما دیدید مثلا ما در آغاز مثلا علم آموزی نمیان به ما بگن چی دوست داری، میان برای ما برنامه میذارن، کتاب تعیین میکنن، همه برنامه رو از قبل گذاشتن، حالا چه در علوم دینی بوده قبلا و فلان، چه در علوم مثلا الانی که هست مدرسه دولتی فلان بهمان، چه درست چه غلط، یه برنامه رو گذاشتن. برای چی؟ برای اینکه نفوس نیان خودشون علم رو انتخاب بکنن. نفس اگر در انتخاب علوم آزاد
گذاشته بشه، همش چیزایی رو انتخاب میکنه با طبع و هوای نفسش موافقه و میل و رغبتش رو ارضا میکنه. دنبال علایقت برو، از این حرفا. حالا ممکن اون رغبت جاه و مقام باشه، ممکن لذت مادی یا بدنی باشه، ممکن بهره مندی روحی باشه. خیلی وقتا نفس هم دنبال بهره مندی روحیه. و همین دلیل در برخی امتها انتخاب علوم توسط نفوس زیاد دیده میشود. سپس در آن بسیار تفکر میکنن و در آن به حدی میرسن که دیگران نرسیدن، در حالی که غایت آن علم سرگرمی، بازی و تفریح است. میخوای چی بخونی؟ میخوام هنر بخونم. حالا چرا دوست دارم، نفسم بهش مایله. نمیدونیم چقدر این نافعه. واقعا اگر همه بخوام برن دنبال علاقهشون دنیا چه شکلی میشه. یا بعضیا دنبال اطلاعاتی میرن، داده‌هایی میرن که واقعا معلوم نیست نفعش چیه. تیم‌های فوتبال رو میشناسه، لیگ فلانجا رو کامل میگه، تاریخ فلان تیم رو میگه، بازیکنانشو میگه، همه چیز رو میگه، تحلیل‌های عجیب و غریب میکنه. اینا داده است واقعا. اینا عدد و رقمه. یارو نشسته 1 ساعت داره تحلیل میکنه بازی رو، درصد شوت‌هایی که نمیدونم فلان شده، درصد شوت‌های به سمت دروازه، درصد پاس‌های درست. اینا داده است، ولی چقدر نفع داره؟ چی میاد از پسش؟ چرا؟ چون تو این امت‌ها سرگرمی اصل شده و علوم رفته به سمت سرگرمی‌ها و سرگرمی‌ها با ارزش شده. چون با ارزش شده دیگه، علم هم وابسته به سرگرمی ها شده. عبرت از تجربه امت‌ها، ملت‌ها. از بزرگترین اسباب شناخت آثار علوم نگریستن در تجارب مردم در امت‌های گذشته و حاضر است. اینکه علمی که داشتن به کجا انجامید، چقدر از این علم سود بردن یا سود نبردن. این توجه نکردن به تجربه امت‌ها و نتایجی که گرفتن باعث میشه انسان همون آسیاب رو دوباره بچرخونه و به همون نتیجه، حالا چه خیر چه شر، برسه. انتخاب علم به عنوان وسیله‌ای برای شهوت. خیلی پیش میاد که نفس اندیشیدن در یک علم رو نه به خاطر ذات اون علم و آثار و نفعش، بلکه به این دلیل انتخاب میکنه که اون علم برای صاحبش جاه، مکانت و یا مال، این چیزا میاره. در اینجا نفس اون علم رو وسیله میکنه برای تحقق یک شهوت صرف، نه برای تحقق نفع داریم، شهوت داریم. این اتفاق زمانی زیاد رخ میده که به نفس اختیار انتخاب علوم داده بشه. چرا ما شیخ داریم؟ چون شیخ بر اساس عقل به ما میگه که، بر اساس تجربه و علم و دانش خودش به ما میگه که تو باید اینو اول بخونی. به تو نمیسپاره که تو خودت انتخاب بکنی، چون انتخاب تو بر اساس نفسه، بر اساس شهوته. این اتفاق گفتیم زمانی زیاد رخ میده که به نفس اختیار انتخاب علوم داده بشه. بگیم به نفس جان بیا خودت انتخاب کن چی دوست داری بخونی، زیرا نفس به آثار اون علم نگاه نمیکنه، بلکه به آثاری که خوبی که داره بر خودش و بر دیگران نگاه نمیکنه، بلکه به آثارش بر شهوت‌ها و رغبت‌های خودش نگاه میکنه. همون که گفتیم شما میتونید عاشق کتاب بشید، عاشق ابزار بشید، عاشق چیزی بشید، داده‌ای بشید، نتیجه رو نگاه نکنی. خب سومین مورد، آری کردن نفس از میل است، از تعصب، از گرایش. میل افراطی نفس به صحت یک چیز به آن ضرر میزند، حتی اگر آن چیز در حقیقت صحیح باشد. وقتی ضرر یک چیز در معارف صحیح اینطوری، وقتی زیادی شما میل پیدا میکنید به یک چیزی که درسته ممکنه خراب کنی، دیگه اگر میلت به سمت چیز خطا باشه چی؟ اگر این میل میگه با تندی در تفکر و دقت در نظریه پردازی همراه شود، ضرر شدیدتر خواهد بود. زیرا نفس متمایل فکر را با خود میبرد، همونطور که پا انسان را میبرد، و میل هر یک از آن دو او را به غایت صحیحش نمیرساند. ببینید اینجوری بگم، اگر شما به شدت شیفته صحت یک داده باشید، حتی اگر اون داده درست باشید، خرابش خواهید کرد. اینقدر در مورد اون غلو خواهید کرد که کم کم مردم شوکه میشن و کم کم شروع میکنن به عیب گرفتن از اون و کم کم شما اون داده درست رو خواهید سوزاند. چگونه مهارت در تفکر گمان را به یقین تبدیل میکند؟ مهارت در تفکر یک داده مورد گمان رو، یک داده‌ای که هنوز قطعی نیست، مشکوکه، رو نزد کسی که بهش تمایل داره به یک امر یقینی تبدیل میکنه. چون نفس در چیزهایی که تصحیح میکنه اون داده رو بیشتر فکر میکنه تا از چیزهایی که بهش شک وارد میکنه. خیلی از علما، فلاسفه، متفکرین، متکلمین بودند، خیلی آدمای باهوش بودن، عقلای خیلی غولی داشتن، اما علومی مظنون رو گرفتن، علومی که گمان درش بود، حرف درش بود رو گرفتن و با هوش و تفکر تیزی که داشتن همراه با میل و تعصبی که نسبت به علوم داشتن همراه شده و خیلی اونو پرورش دادن و برای صحتش دلایلی آوردن که در نگاه اول واقعا جذاب بود. شما میبینید اینایی که مثلا فیلسوف معابن و اینا هستن، میبینید مثلا شعر میاد، مولانا میگه و فلان میگه و کلی حرف میزنه، کلی کلام رو میچرخونه و کلی زیبا و همراه با این هم اون شکوهی که اون علم گرفته، شکوه درخششی که دور اون حاله ای از
ابهتی که دور اون گرفتن باعث میشه که آدما متوجه نشن که این آدم داره چی میگه. 40 سال بعد وقتی که اون منظومه فرو میریزه، مردم میگن خدایا ما چجوری این حرفا رو باور میکردیم، قبول میکردیم؟ مگر 60 سال قبل، 50 60 سال قبل تیزهوشترین جوانهای مملکت، همین ایران، افغانستان، اینا مگه کمونیست نبودن؟ الان مسخره میکنن ایده های کمونیستی رو. اون زمان باهوشترین جوانان، دانشجوها، استادان دانشگاه، نمیدونم هنرمندان، نویسندگان، همه 90% چپی بودن، چپ کمونیست ها. الان مسخره میکنیم. چرا؟ عده داده مظنون رو اینقدر روش کار کردن، انسان‌های باهوش و فلان، و تعصب شدید هم روش وجود داشت و اون رو پرورش دادن و کاری کردن که در نگاه اول عقل‌ها اسیرش بشه. و اون وقت چون نتایج رو هنوز واضح ندیده بودن، وقتی نتایج اون اندیشه ظاهر شد، خب چه فایده داره؟ یعنی شما فکر کنید 40 50 60 سال 70 سال ملت اسیری اندیشه بشن، کشورهای زیادی بر اساس این اندیشه انقلاب کنن، مردم زیادی کشته بشن و بعدمون این شکست بخوره، حالا بعد متوجه بشین تاوانش چی بود؟ میلیون ها آدم، نیم قرن، بلکه یک قرن عمر نسل ها. آنها نیروی تفکر آمیخته با میل نفس رو گرد آوردند، هم خود را فریب دادند و هم مردم را با حسن عرضه اقوالشان فریب دادند، با زیبایی عرضه اون اقوال مردم رو فریب دادند. تفکر در ذات خودش ابزاریه برای شناخت صحت علوم و معارف و تشخیص درست از نادرست، اما این برای نفس متجرده، نفسی نه اون نفسی که علم رو با زنی رو میگیره و میخواد پرورشش بده، نفسی که علم را به صورت مظنون گمانی نگیرد تا سپس در آن تفکر کند و سپس یقین و تأکیدش را به دست آورد. به همین دلیل تفکری به صاحبش در علمش نفع میرسونه، تفکریه که با علم همان گونه که دریافت کرده پیش برود، میل و رغبتش رو نیاره وسط، اون داده رو بگیره و باهاش بره جلو در بررسیش. چون نفس اگر متمایل بشه، شواهد و براهینی رو میگیره که میل و رغبتش رو تایید کنه. مثلا مثالی که شیخ آورده، میگه عقل ابزاریه که دلایل رو میگیره، مانند چشم که آنچه را میبیند میگیرد. حالا اگه شما دنبال مورچه باشید، شما ممکنه ذرات رو هم جلوی چشمتون متحرک بشن. تصور کنید مورچه میبینید، چون شما منتظر مورچه هستید. شما موسیقی دوست دارید، مثلا فردی موسیقی دوست داره و چون موسیقی دوست داره دنبال دلایل حلال کردن موسیقیه. اما کسی که میگه آقا من درسته موسیقی دوست دارم، ولی دوست داشتن من نباید که پژوهش منو جلو ببره، میام و در ادله شرع جستجو میکنم ببینم کدومی که قوی تره. شما نباید از اول تصمیمتون رو بگیرید بعد وارد بشید و این مشکل اهل اهوا اینه، اول نتیجه رو میگیرن و بعد برای نتیجهشون دنبال دلیل میگردن و خب ذرات رو مورچه میبینن. میگه که وقتی شما دنبال مورچه‌ای، دنبال میکنید همه چیز رو که دنبال مورچه‌اید و ممکنه حیوان و بزرگی رو نبینید، مورچه‌ای که نیست رو ببینید و مثلا فیلی که هست رو نبینید، زیرا نفس مشغول و متمایل به چیزی است و چشم را به آنچه خود به آن مشغول است مشغول کرده است. مشغول شدن عقل همینطوره. اگر عقل از نفس جدا نشود، یعنی اگر عقل شما بی‌طرف نشه، در پیگیری آنچه نفس هوس میکند و میخواهد از آن پیروی میکنه تا جایی که به دلایل کوچک نزد او جمع شده به آنها را بزرگ میبیند. یه سری دلایل ریز جمع میکنه، اینو خیلی بزرگ میشه برای خودش، کتاب مینویسه 100 جلد در اثبات اینکه این چون دلایل نه همون چیز ریز بیزی که جمع کرده به خیال خودش، دلایل اونا رو یک جا کرده. به قول یکی یارو کتاب نوشته به این بزرگی درباره اثبات این، گفت این کتاب مانند یه سنگیه که شما بزنی 400 تا کلاغ جا میپره، یعنی با یک حرف همش میپره و گمانها را به اوهام یعنی به یقین تبدیل میکنه و شبهات را دلایل روشن میپنداره. تفکر نافع حالا چیه؟ شیخ میگه تفکر نافع یعنی دادن حجم واقعی به شناخت، به معرفت. تفکری که سود میرساند آن است که هنگام پرداختن به معرفت حجم و ارزش واقعیش رو بهش بده و در تأکید آن از همه جهات تدرج را رعایت کند. اگه اینطور نباشه، تفکر جز تأکید بر داده ها هرچند خطا چیزی اضافه نمیکنه به ما. یعنی چی؟ مثلا شما یه شایعی شنیدید که یه همکار شما سر کار، یه کاری محیط کار شما یه همکاری دارید، شما یه شایعی شنیدید که این آدم بدخواه شماست. این شایعه چیه؟ یه داده است. شما باید این داده رو، خب اگه تفکر شما غیر نافع باشه، متعصبانه باشه، یعنی شما نسبت به اون آدم از قبل یه حس بدی داشته باشید، فوراً این شایعه رو، این داده رو میپذیرید و صرفاً میرید به دنبال شواهدی برای تأیید اون، تأکید بر اون داده خطا. اما اگه تفکر شما درست باشه، تفکر نافع یعنی تفکر سودمند، شما میگید خب من یه داده دارم که نمیدونم درسته یا نه، اول میرید به شایعه حجم واقعیشو میدی. حجم واقعی این شایعه چیه؟ این فقط یک حرف تأیید نشده است. بعد به تدرج و از همه جهات میرید دنبالش، مانند چی؟ مانند بررسی منبع شایعه، رفتار گذشته اون همکار، احتمالات سوء تفاهم و همه اینا رو آزمایش میکنید. نه اینکه کورکورانه همون اول برید دنبال این که چون که احساس بدی نسبت به اون آدم
داری همون اول بپذیری و شروع بکنی به جمع کردن توهماتی که داری که این آدم واقعا اینجوریه. من آره اون روز من دیدم درو که باز کرد این آدم منو این چیز نکرد، سلام نکرد، حالا اون آدم شاید متوجهش نشده. آره اون روزم که سمت من اومد با یک شکل خاصی حرف زد. دیگه همه چی رو جمع میکنی که پیدا کنی که این بله این درسته. چگونه میل نفس به علم صحیحی ضربه میزنه؟ چطور باعث میشه که علم درست باشه اما میل نفس ما بهش ضربه بزنه؟ اگه نفس وارد فرایند تفکر بشه بهش ضرر میزنه. نفس حتی اگر آنچه در آن تفکر هر چیزی که داریم بهش تفکر میکنیم علمی یعنی درست باشه، حتی اگه چیزی که تفکر داریم میکنیم درست باشه، اگه نفس وارد بشه بهش آسیب میزنه. دلیلش اینه که نفس نامتعادل آنچه را تاییدش میکند در نظرش بزرگ میکند تا جایی که به قرائن، اشارات و نشانه های ضعیف چنگ میزند و آنها را دلیل بر آنچه میخواهد در آن چیزی که میخواهد اثبات کند قرار میدهد. میگیم یعنی چی؟ و این باعث میشه که بهش ضرر وارد بشه و بعد دیگران نسبت به اون علم درست بدبین میشن. مثلا فرض کنیم علم درست اینه که نظم و برنامه‌ریزی برای موفقیت ضروری است. حرف درسته دیگه. نظم و برنامه‌ریزی برای موفقیت ضروریه. حالا فردی متعصب میاد میخواد اینو ثابت کنه. یعنی اون آدم شیفته این اطلاعات شده و نفسش دیگه عاشق این اطلاعات شده، حالا به دلایلی میاد به جای استفاده از آمار و شواهد قوی به اشارات ضعیف چنگ میزنه. مثلا میگه رفیقم دیروز برنامه‌ریزی نداشت تصادف کرد و این نشون میده که بی‌نظمی عامل شکسته. اومده اینجا یه احتمال رو که همون تصادف باشه به اون دلیل قطعی ارائه داده. خب شنونده وقتی این استدلال سست رو میشنوه نه اینکه قانع نمیشه بلکه ممکنه نسبت به اصل اون ایده درست هم شک کنه. میگه نظم چیز نیست، ضروری نیست. اینکه وقتی عاشق میشید به هر چیزی چنگ میزنه انسان و غیر منطقی میشه حرفاش. کلا نفس منطق نداره. حالا این اطلاعات درست هم میتونه اطلاعات درست رو هم خراب کنه. ضرر بزرگتر اینه که میل نفس در علوم باطل باشه. وقتی میل و هوای نفس به علم صحیح ضربه میزنه، ضررش در علوم یا در داده‌های اشتباه، معارف گمانی هم بیشتره دیگه. خب بحثمون رو با این به پایان میرسونیم. بازگشت از مسیر تفکر اشتباه. این تفکر راه متعدد داره که برخی اشتباهه، برخی درسته. اگه از همون اول اشتباه کرده باشی، یعنی خطا از همون اول باشه، راه مدیگه نمیشه در انتها تصحیح کرد. شما مثلا فرض بکنید وارد یک فلسفه اشتباه شدی و در اون باره کتاب بزرگی نوشتی، شما دیگه باید بر بگردید به عقب. نفس اگر به پسندیدن علمی متمایل شود، راهی خطاکارانه را در تفکر برای تایید آن آغاز می‌کند. درش مسیر پیش میره، راه طولانی رو میره و گمان میکنه که راهش درسته. بعد زمانی که میل نفس از بین میره، خیلی وقتها آدمایی هستن که اندیشه‌هایی رو به دلیل مثلا غرور جوانی پذیرفتند، به دلیل جهل جوانی پذیرفتن یا به دلیل شهواتشون پذیرفتن، بعد به سن پیری میرسن، مثلا 90 سال 80 سال شده طرف، حالا اون میل نفس از بین رفته، اون حجاب برداشته شده، فهمیده که کل زندگیش اشتباه کرده. ما داشتیم یه فیلسوف مصری بزرگ بود، کل زندگیش اگزیستانسیالیست بود، وجودگرا بود، خیلی هم یعنی فیلسوف بزرگی بود. این آدم تو پیری کتاب نوشت، یعنی تمام اون مسائل رو چیز کرد و در تایید اسلام کتاب نوشت. باز خدا رحمتش کنه، کار بزرگی کرده، ولی میگم اون تمام اون گذشته خودش رو ویران کرد دیگه. کل اون جوانی خودش، کل اون همه تلاش خودش که برای اون کتاب‌های خیلی مهم که هنوزم برای خود اون اگزیستانسیالیست‌ها در مصر مرجعه. سپس زمانی که آن میل نفس از بین برود، خطای کل مسیر را میفهمد و روش تفکرش تغییر میکند. پس بیشتر آنچه نوشته‌اند و برخی تمام از تمامش هم برمیگردن، از بیشتر آثارشون یا از همش برمیگردن. کتاب‌های بزرگشان که تا امروز در کتابخانه‌ها موجود است، اما با یک سطر یا چند سطر از آن بازگشتن. طرف 100 جلد کتاب نوشته، یک جمله میگه من اشتباه کردم، یک جمله من اشتباه کردم، کل اونها رو برباد داد. پس اعتبار یک فرایند فکری به نقطه شروعش بستگی داره. یک پیشفرض اشتباه کل مسیر رو باطل میکنه. مشکل اصلی زمانی شروع میشه که نفس ابتدا علمی رو میپسنده، فرد رو دچار سوگیری میکنه. این پسندیدن فرد رو میذاره تو یک مسیر اشتباه که هدفش دیگر کشف حقیقت نیست، بلکه صرفاً تأیید آن باور اولیه است. در این حالت فرد ممکن است کتاب‌های بزرگی بنویسد و گمان کند که مسلک فکریش صحیح است، ولی در واقع فقط یک نظریه پرداز شیفته است. مثلا شیفته یک نظریه اقتصادی یا فلسفیه، تمام عمرش رو صرف نوشتن کتاب پیچیده میکنه برای اثبات اون نظریه. اما زمانی که اون میل و تعصب از بین بره، ناگهان متوجه میشه که کل اون مسیر از ابتدا اشتباه بوده و همونطور که شیخ میگه با نوشتن یک سطر از همه اون کتاب‌های بزرگی که نوشته برمیگرده. نسأل الله السلامه. از الله سبحانه و تعالی در همین آغاز درستی راه رو بخوایم و نیت درست برای این راه درست. الله جزای خیرتون میده برای اینکه صبر میکنید و میشنوید. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.